از فارماسی لوازم آرایشی جدید شارژش کردیم که میخوام با هم دیگه تستش کنیم. این خودش کیف لوازم آرایشیش هستش. کلی هم چیز میز داخلش جا میگیره. یه کوچیکیش نگاه نکن. از بین بی بی و سی سی بی بی انتخاب میکنم. براش کرم پودرش خیلی نرمه. کانتور از مدل مایع و پردارش استفاده میکنم. فقط میتونم بگم پیگمنتش به شدت بالاست. یه ذره ازش بزنید برات کافیه. روزگار تصمیم گرفتم که از این مایع استفاده نکنم. از این مدلای پلتش میخوام استفاده کنم که 3 کاره هستش. این مدلیه، این شکلی هستش. هیچ فرقی با هم دیگه ندارم. ولی من دوست دارم که از این مدلش استفاده کنم. باور نکردنی هستش. خیلی کاور بالایی داره، پیگمنت بالایی داره، قشنگ رنگ خیلی خوشگلی هم داره. لایتم از همین پک ستاییش استفاده میکنم. هایلایت یکی از جذاب‌ترین آیتم‌های لوازم آرایشی، خیلی خوشگل میکنه صورتو. این روی پلکام از این سایه‌های فارماکس استفاده میکنم که 2 مدل داره. قهوه‌ای طوره، نود، یکیش هم صورت طوره. یکیش به این صورت رنگاش خیلی رنگای جذاب و خاصی داره. این یکیش هم به این صورت رنگای خیلی صورتی و ملیح و دخترانه داره. من از همین رنگ صورتیش استفاده میکنم چون دوست دارم صورتم ملیح و دخترانه دیده بشه. نوبت میرسه به ریمر. ریمرش 2 سر هستش، قسمتش بلند میکنه موجه ها رو، با قسمت دیگهش موجه ها رو پرپشت‌تر میکنه. آخرین مرحله رژ لبه که من رژ لبم همیشه از برند گابرینی بوده. همین دیگه. تهیه این لوازم آرایشی با کیفیت و البته خیلی اقتصادی قد کافی داخل سایت موبیس شاپ بشین.